خیلی کبابت با مزه اومده بود، خیلی ذائقه خوبش داشت، مزهدار بود. خب اینا رو توضیح بده که دی تو چی اضافه کردی، چی است چی نیست. در قدم اول سلام شیف، روزتان بخیر، خوش علیکم السلام. آمدین دیگه. سلامت باش، دی تشکر. اول گوشتها را خرد کردم به اندازه انگشت دیگه به حساب، به من گفتی خودی ما. خب دیگه بعد از او پیاز چرخ کردم، اوش جدا کردم، توفالش گرفتم با سیر بسیار خرد، یعنی مثل همون که پیاز که از ماشین کشیدم، سیر هم همچنان. خب دیگه با گوشت اضافه کردم نمک، یک ذره مرچ سیاه به مقدار ضرورت، کمی روغن. دیگه گوشتم گوشت گوسپند است. خب دیگه اختش کردم به مدتی 20 دقیقه داخل یخچال ماندم. در یخچال که یخ نمیزنه، در چیزش، در سردخانهش، یک سردخانه. دیگه بعد از 20 دقیقه بعد سیخ ها را گرفتم، در سیخ تیر کردم، در روی چیز داش ماندم، در روی گاز. ببخشین چون بار اولم هست در مقابل شما مشکل گپ نیست، مشکل میزنم. نیست، شیف هستی؟ تاثیر اومدین. بله صاحب. دیگه دیگه گوشت قبرغه را، این گوشت را دیگه توته کردم. بعد از او در یه هم روی، گوشت گوسفند است. بله صاحب، این قبرغه است. دیگه سوس روب است، کانسل روب است. دیگه کمی خوردن چیز داره. خب دیگه بعد از او گوشت قبرغه را به مو شکلی که است، به مو شکل از برش کردم، در روی آتش ماندم. بله بله. من زیاد سرخ نکردم، چون بعضی کسا که هستن سفارش میده سرخ کو میگه، بعضی کسا میگه که کم باید باشه سرخ شوه. از خاطر از او، چون شما شف هستین، من زیاد سرخ نکردم به مقداری که میفهم که مثلا مردم خب اروپا خب یا خب چیز میخورن. از کوتاه خاطر کنید، کوتاه کنید. فهمیدم. بس خلاص شد. خیلی کبابتان خیلی خوبش بود، لیکن یک ذره خام اومده بود. خام خود پخته کرده بودی یا چه قسم؟ ما چون به خاطری که بعضی مردم زیاد خوش داره، مردم افغانستان خیلی سرخ کدر خوش داره و در اروپا مردم نیم خام میخوره گوشتن. به خاطر از اون من زیاد پخته نکردم، آها. چون همون ذائقه و شیرینی و چیزی گوشت از دست نتگفتم، شیره و بله چیزش باشه. بسیار از خوب. خاطر از اون که یعنی کمی که اگر بله متوجه شما وقتی موقعی که اگر برش کنی آبدار است. بله بله. پدر جان، ما به شما در یک کبابی که شما پخته کرده بودید خیلی خوشم آمد. 10 نمره و 5 ستاره میتونم برتون. تشکر بسیار زیاد. خدا خدمت دیگه شناس، باشه خوش میکنم. در اینجا تشکر داشت تشکر. دما بگین، من هستم در خدمت باشه، هستم مشکل نیست، اینجا. تشکر. خب خداحافظ. شما برید، میل نوش جان کنم، صحیح کلشه. نوشی جان. تشکر.